با نام یاد داروین اردشیر هستم. پارت دوم آموزش نرم افزار ضبط رو با هم شروع میکنیم. تو این قسمت قصد داریم نرم افزارمون رو به مرورگرمون وصل کنیم که وقتی وارد یه سایتی میشیم توی این قسمت برای ما لاگ بندازه که این کاربردهای زیادی داره که توی قسمت‌های بعدی بهش میپردازیم. برای این کار اول باید به این قسمت بریم، این قسمتی که شبیه چرخ دنده است. توی قسمت نتورک، قسمت لوکال سرور و پروکسی گزینه اد رو انتخاب میکنیم و یه شماره دلخواه که شماره یه پورتیه که رزرو نباشه اینجا وارد میکنیم. پورت 54321 رو من وارد میکنم، اد رو میزنیم. بعد از قسمت سرور سرتیفیکیشن گزینه سیو رو انتخاب میکنیم و من اینو توی دسکتاپ ذخیره میکنم. بعدش وارد مرورگرمون میشیم. از قسمت ستینگ، از قسمت نتورک ستینگ، از این قسمت شماره پورتی که وارد کردیم رو اینجا هم وارد میکنیم. بعد از قسمت پرایویسی اند سکیوریتی وارد ویو سرتیفیکیشن میشیم و اینجا ایمپورت رو انتخاب میکنیم و فایل سرتیفیکیشنی که سیو کردیم رو ایمپورت میکنیم. حالا وارد یک سایتی میشیم که نرم افزارمون رو تست کنیم و همینطور که میبینید اینجا برای ما لاگ انداخت و از این قسمت هم این وارد نرم افزارمون شد. اینا هم لینک های سایت هستن و از این قسمت هم در سمت چپ و راست سایت میبینیم که برای ما این منوها اومد، بهش میگن هاد. کاربردش اینه که بدون این که وارد نرم افزار بشیم اینجا به منوهاش دسترسی داشته باشیم. و خب این پارت از آموزش نرم افزار ضبط هم اینجا به پایان رسید. لایک و سابسکرایب و اون زنگوله کنار کانال و این چیزا رو هم فراموش نکنید تا ویدیوی بعدی و آموزش کارهایی که میشه باش کرد شما رو به خدای هکرها میسپارم.